گفتی مأموریت بودی؟ خب با علی و خانومش و اکیپش اینا شمال بودی. خیر تکذیب میکنم. این فیلم کیه؟ من هتل این. نه دیگه. طبق بررسی هایی به عمل اومده شما با علی بودی. من نبودم عزیزم، گیر نده دیگه. بگو کاریت ندارم. بودی؟ فقط بگو از کجا مچمو گرفتی؟ شما این استوری رو همون روز آپلود کردی یا نه؟ خب این الان هتل دیگه. من اینو اسکرین رکورد گرفتم، سرعتشو کند کردم. خب اینجا یه آینه است. تو این آینه یه چیز کوچولوی نامفهوم بود. خب از روش اسکرین گرفتم، زوم کردم، با هوش مصنوعی جدید کیفیتشو بردم بالا. خب دیدم یه فندک اونجا. فندکه دیگه، ایرادش چیه؟ چیکار کردم؟ رفتم تو پستای زن علی، دیدم سال 96 این فندکو به علی کادو داد. تو چی؟ ریسرچ کردم، تحقیق کردم. انقدر این فندک برای علی عزیزه، این فندک رو از خودش جدا نمیکنه. یا خدا. از اون طرف رفتم تو پیج علی، دیدم علی و خانومش شمال بودن. پس در نتیجه تو هتل نبودی، تو شمال ویلا بودی. این حجم تحقیق عادی نیست. به جان تو جاسوسی فرستادن آمار زندگی منو در بیاری. حالا هرچی هستم از کفتر نامرسان. عشقم تو بودی یا نه؟ دیگه کتمان بیفایده است. بله من بودم. بار اول به من راست میگی؟